در خانه احمد جان سلاموف 5 عائله زندگی میکنند. او و همسرش، 3 کلین و دختر و دامادش. منزل از پدر احمد جان میراث مانده است. خودش نتوانست منزل نو خرد و پسرانش هم نمیتوانند خانه علاهده خریده به دیگر جای کوچند. همین است که 5 عائله در یک حوله در دوشنبه زندگی میکنند. جمع کرده نمیشد. پروداکت‌ها قیمت بعد زندگی وضعی شدگی وقتی سایز ارزان بود همه چیز. خونه هم ارزان بود. یکی همه چیز قیمت است. برای همین جمع کرده نمیتونن خلق. خلق کمتر ارزانتر کنن و همون خلق همونای خرن. بحث گران بودن خانه ها در نشست کمیته ساختمان هم صدا داد. خبرنگاران پرسیدند که چرا با وجود زیاد شدن ساختمان ها نرخ پست نمی شود. پاسخ رئیس کمیته ساختمان چنین بود: امروز ما هممون در شرایط بازارگانی قرار داریم. همین بازار در محصولات بسیار شد، نرخ ارزان می شود. کم شد، قیمت می شود. ساختمان‌های ما امروز شکر که ما ساختمان‌های ما در اوج است، ساختمان‌های ما ترقی کردند. ارزش میانه 1 متر کوادراتری منزل استخامتی با حساب میانه در جمهوری با نمی امروز $440 تشکیل می‌دهد. در شهر دوشنبه با حساب میانه $673 تشکیل میکند. بود $670. سال گذشته ماهی یون سال 2023 $670 بود. بود که پرس کنفرانسی گذرانده بودیم. و امروز $673 افزایش شده است. مسئولین شرکت‌های ساختمانی در نزد دوربین صحبت نکردند، اما آنها میگویند نرخ مسائل ساختمانی هم سالهای اخیر گرانتر شده است و آنها نمیتوانند خانه‌ها را ارزان فروخته بر ضرر کار کنند. بعضی ساکنان راه حل را چنین می‌بینند: маош бояд зиёдтар бошад ки одамон тавонанд хона бихаранд. маоше ки ҳоло дар мо аст ба ин намерасад. طبق اطلاع رسمی سال 2023 در کشور 1,737,000 متر مربع منزل ساخته شده است که نظر به یک سال پیش 2% زیادتر است. اما زیاد شدن ساختمان ها نیز نتوانست آرزوی بسیاری ها را برای داشتن خانه خود برآورده سازد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.